توی این ویدیو ما قرار راهنماهایی درباره پیدا کردن اکتورهای جایزه‌دار سرور ایران فارس بهتون آموزش بدیم و اگه سرور یه چیز دیگه است فکر نکنم این ویدیو مناسب تو باشه. این یه جور ایونتیه که برای این سرور گذاشته شده و خود اونر اد کرده و برای سرورها همگانی نیست. با ورود به سرور ایران فارس شما میتونید از این ایونت ها و از این چالش ها بهره مند شید. 6 تا اکتور توی سرور وجود داره که 2 تاش این شکلیه. اگه دقت کنید روی اکتورها قیمتشون رو نوشته، یعنی شما با پیدا کردن این نمونه از اکتور 8 میلیون دلار برنده میشید و میتونید از اونر سرور تحویل بگیرید این مبلغ رو. اکتور بعدی همون اسکین سی جی که 3 تا ازش توی سرور پنهون شده و شما با پیدا کردن این اکتور روی خود اکتور سی جی هم نوشته که 30 میلیون دلار توی سرور ایران فارس میبرید. 3 تا از این اکتور وجود داره ولی برعکس تعدادش پیدا کردنش کار هر کسی. به آخرین و سخت‌ترین اکتور بازی. این اکتور به طور باور نکردنی پیدا کردنش سخته و کلاً یه دونه ازش وجود داره. ولی وقتی که شما این اسکین اکتور رو بتونید توی سرور پیدا کنید یه جورایی توی سرور بی‌نیاز میشید و به هر چی که دوست داشتید میرسید. اگه دقت کنید روش چیزی ننوشته چه جایزه‌ای میبرید، فقط 3 تا عکس دلار. اگه این اکتور رو پیدا کنید شما صاحب یک خونه دستساز با گاراژ خصوصی و یک فامیلی با 4 تا امکانات و 10 میلیون دلار پول میشید. چیز کمی نیست و خیلی ارزشمند و خوبه. ولی خب با تمام این توضیحات جانگران نیستش. میتونید این اکتور رو پیدا کنید. ویدیو پیدا کردن تک تک این اکتورها میاد توی کانال یوتیوبمون میذاریم و شما میتونید دنبال کنید و پیدا کنید. البته به طور مستقیم نمیگیم کجاست ولی یه راهنمایی اینم در نظر بگیرید که ما فقط 6 تا برنده داریم، یعنی هر اکتور رو فقط یه نفر میتونه پیدا کنه و اگه شما پیدا کنید اون اکتور دیگه از بازی حذف. 911 has been called to a non-public